سلام و درود عرض میکنم خدمت شما رفیق گلم. خیلی خوش اومدی به جلسه 30 از آموزش دوره جامعه فرانت. توی این جلسه میخوایم با هم دیگه بریم یاد بگیریم که این ویدث و هایت و اینایی که مشخص میکردیم دقیقاً چجوری هست، چه قوانینی داره، چجوری میتونیم ازشون استفاده بکنیم و کلی از این حرکت ها بزنیم. خب اول از همه من میام اینجا یه دایوی رو ایجاد میکنم. خب بریم با هم دیگه یه ذره بازی بکنیم روی این دایوه. خب میرم داخل سند CSS هم دایومو صدا میزنم، بعد میام اینجا بهش یه بوردر میدم اول از همه که قشنگ مشخص شه. همینجوریش ببینید میام ازش خروجی میگیرم، خب هیچ چیزی دیده نیست دیگه. میام یه بوردری بهش میدم که ببینم آقا اصلا این داشمون کجاست دقیقاً. خب بوردرش رو بهش میدم مثلا 5 پیکسل سالید، بلک هم بهش میدیم که جیگر باشه. بله حالا ببینید این الان به صورت یه خطه، در صورتی که یک فضاییه و نباید به این صورت خطی باشه. خب چون نگاه کنید من الان بیام اینجا یه چیزی رو همینجوری تایپ بکنم، نگاه کنید فاصله افتاد، ولی من باید که بیام فاصلهش رو همینجوری تو فضای خالیش هم درست بکنم. چجوری درست میکنم؟ خیلی راحت، با استفاده از ویدث و هایت. ویدث و هایت چجوری هن؟ نگاه بکنید. ویدث که مربوط به عرضه و هایت هم که مربوط به ارتفاع هستش. خب و اصلا هم هیچ ربطی به مارجین و پدینگ و بوردر و این چیزها نداره. این مارجین و پدینگ و اینا، پدینگ که واسه فاصله بین کانتنت تا بوردر بود و مارجین هم که واسه فاصله بین المان ها بود، اصلا ربطی به این نداره. من میخوام سایز خودش رو تغییر بدم. وقتی میخوای سایز خود المانی رو تغییر بدی، سایز خود تگی رو تغییر بدی، میای از ویدث و های استفاده میکنی. نه بگی آقای رسولی تو چرا از مثلا پدینگ و مارجین استفاده نمیکنی واسه اینکه سایزش رو عوض بکنی. نه داش گلم، خواهر گلم، نگاه کن اینجا رو. من میام میگم مثلا ویدث این رو واسه من بذار 300 پیکسل. خب هایتش هم برای من بذار هیت یا هایت، میام برای من بذار 300. نگاه کنید سایزش رو من عوض کردم. الان کل این فضای من رو اشغال کرده. بازم میگم ما کاری فعلا به دیسپلی ها نداریم، ولی سایز این الان مشخص شد که آقا این در انقدر بیشتر از این نمیتونه فضا داشته باشه. الان مثلا من میام داخل اینجا میگم آقا یه لورم 100 واسه من بذار، یه عالمه میاد مینویسه این تو. نگاه کن کل اینجا رو پر کرد که هیچی، تازه ازش هم اوورفلو کرد، ازش ریخ بیرون که بعداً یاد میگیریم چجوری یه کارایی بکنیم که اینجوری اوورفلو نشه. من اومدم براش مشخص کردم، گفتم آقا جان ظرف تو 300 در 300، الان تو بیشتر ریختی تو ظرفش، از این ور ریخته بیرون. خب میام چیکار میکنیم؟ با استفاده از ویدث و هایت میایم واسهش ظرفیت رو مشخص میکنیم به همین راحتی. حالا این ویدث و هایت ها یه سری چیزایی رو دارن، مثلا مین ویدث دارن، مکس ویدث دارن. میام میگم آقا این ویدث من رو به جای 300 پیکسل، ببینید تمام واحدهای اندازه‌گیری روی همه اینها استفاده میشه دیگه. کلا ما هر چیزی که داشته باشیم که بتونه واحد اندازه‌گیری به خودش بگیره، از همه مدل ابسولوت و ریلیتیو میتونیم واسهش استفاده بکنیم. الان مثلا من اینجا گفتم آقا ویدث منو بذار 300 پیکسل. خب میگم اوکی این دفعه بیا یه کار دیگه بکن، بیا اصلا این رو بکنش 50%، یعنی بیا به اندازه 50% مرورگر من جا بگیر. خب بعد بیا چیکار کن؟ بعد بیا مثلا بگو آقا مین ویدثت بشه رو حالت مثلا چی؟ بشه رو حالت 200 پیکسل. این یعنی چی؟ گفتم ویدثت 50%، مین ویدثت 200 پیکسل. این یعنی 50% صفحه رو که بیا بگیر، ولی دیگه از 200 پیکسل هم کوچیکتر نباید بشی. نگاه کن من الان این سایز کوچیک میکنم دیگه ببین از 200 پیکسل دیگه کوچیکتر نشد. نگاه کن دوباره سایز بزرگ میکنم به اندازه 50 پیکسل مرورگرم گرفت. سایز میارم کوچیک تا میرسه به 200 پیکسل. خب یعنی سایز مرورگرم به حدی میرسه که نصفش میشه 200 پیکسل. نگاه کنید تقریبا هولوش 400. دیگه سایز این تغییر نمیکنه، سایزش تغییر نمیکنه، از این کوچیکتر دیگه نمیشه. این رو نگاه نکنید که به حالت ریسپانسیو داره در میاد، این نه.
این سایزی که اینجوری از چپ و راست میبینید داره عوض میشه، این ارزش دیگه تغییر نمیکنه از این بخواد کوچیک‌تر بشه. این یعنی مینش انقدر باشه. حالا اگه مکس استفاده بکنم، ببین من گفتم بیتست باشه 50%، میگم مکس بیتست باشه 500 پیکسل. نگاه کن، از یه طرف بهش گفتم آقا بیتست 50% صفحه مرورگر من رو بگیره، ولی مکس ویتت 500 پیکسل باشه. این نهایتاً تو تا 500 پیکسل میتونی بزرگ بشی. مثلا طرف اومده تو موبایل باز کرده صفحه وبسایت ما رو، خب صفحه موبایلش کوچیکه، مثلا اینقدریه صفحه موبایلش، میگم آقا تو نهایتاً بیا 50% رو بگیر. خب میگه اوکی من 50% هم گرفتم. حالا اگه به جای موبایل اومد رفت توی تبلت بازش کرد، انقدر بود صفحهش، تو فقط بیا این گوشه رو واسه من در نظر بگیر، به اندازه 500 پیکسلش بیا واسه من بگیر. اگه اومد تو تلویزیون بازش کرد، بازم به اندازه 500 پیکسل بیا واسه من جا بگیر، نه یا 50% تلویزیون واسه من پر بکن. خب ببینید ما در مورد هایت هم دقیقاً همین موضوع رو داریم. یعنی میایم میگیم که مثلا 70% رو برای من بگیر، ولی دیگه حداقل 50 پیکسل داشته باش. اصلا این حداقلش رو میکنم مثلا 200 پیکسل، خب ماکسیمومش هم میکنم 400 پیکسل. دیگه حد اکثر 400 پیکسل باش، ولی حداقل دیگه 200 رو داشته باش. خب الان حد اکثر 400 پیکسل اوکیه. خب تا میاد اینجا، بعد ببین کوچیک میشه تا 200 پیکسل. بیا بیشتر از 200 پیکسل واسهش نمیصرفه که کوچیکش بکنه، بیشتر اون ارتفاعش رو کم نمیکنه، بعدش دوباره ارتفاع رو زیاد میکنه تا 400 پیکسل و بعد دوباره میره رو حالت خودش که به صورت دیفالت براش تعریف کردیم. امیدوارم که نکات این جلسه رو هم به خوبی یاد گرفته باشید. مفاهیم مین و ماکس براتون جا افتاده باشه. مین یعنی حداقلیش و ماکس یعنی نهایت انقدر دیگه واسه من بگیر تو هر صفحه‌ای که بودی. آماده باشید بریم که برای جلسه بعدی. خسته نباشید تا جلسه بعدی. خدا نگهدار.